هموطن عزیز، امی لحظه کلیپ از کجا مشاهده میکنی؟ از خانه، در حالی که با اعضای فامیل با گرد یک کانون گرم خانوادگی جمع شدین و زمستان سپری میکنین، یا از داخل موتر و یا ممکن از دفتر. ولی متاسفانه اطفالی که دستهایشان ترک برداشته است و بر روی جاده ها یا دست فروشی میکنن یا به کارهای شاقی دیگه در واقع مصروف هستند، آیا وضعیت اونا را میتونین که در ذهن و درونتان تجسم کنین؟ دست هایی که در واقع خون در رگانش یخ بسته است. بنیاد خیریه قمر به خاطر دستگیری این فرزندان و نونهالان کوچکی وطن کمپاین زمستانی برای انداخته است. شما میتونید از طریق حواله، وسترن یونین، منیگرام و همچنان به صورت آنلاین دونیت کنین. ما قرار است که بسته های مواد غذایی را در کنار کمپل و همچنان بخاری و مواد دیگه که ضرورت است در زمستان تقدیم این هموطنان در کابل و سایر ولایات کنیم. دوست عزیز، اگر شما یکی از این دو کارها و رایی که در او اجر و ثواب و پاداش است نمیتونین انجام بدین، ناتوان هستین یا نادار هستین، حداقل رای سیومی هم به خاطر رسیدن به اجر و پاداش وجود داره و اویی که این کلپ با دوستایتان، عزیزایتان و رفقایتان، کسایی که احساس میکنین تواناییش داره، فقط شیر بزنین یا لینکش کپی کنین و در مسنجر یا در واتساپ با اون دوست شریک بسازین. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که کسی که اون دیگه را به کار خیر راهنمایی میکنه به مثل اون فاعلش است. پس من مطمئن هستم هموطن عزیز، شما یکی از این سه مورد، یا کمک مالی یا در پروسه جمع‌آوری لباس یا شریک ساختن این کلپ با دوستانتان، حتما یکی از این سه مورد میتونین و تواناییش دارین. انتخاب در دست شما است.